دوستانی عزیز، حالا ما شما را به تماشای مجسمه آزادی میبریم. آدمان در اینجا در نوبت ایستادند بعد از گذشتن از سکیوریتی چک، یعنی از تفتیش امنیتی، همه در نوبت ایستاده است که توسط این کشتی به جزیره آزادی رود. در آنجا مجسمه آزادی است. بلیت برای کلان سالن قریب $25، یعنی $24.50. برای کودکای تا 12 ساله $12 و برای کلان سالانی از 65 بالا $8.5 است. حاضر ما با کشتی وارد میشویم. ببینید چقدر آدما آمده ایستادن و با واسطه همین کشتی ما به جزیره آزادی می رویم. ببینید این درون کشتی است و ما به بالا می بریم. بیلال بیا. همه آمده است. از اینجا میدان جزیره آزادی چگونه میتابد. امروز هوا کمی گرفته است، اما به هر حال خیرت باران ماند. کرسی ها تر است، بسیاری ها همان بارانی های خودشان هم مانده ششته ایستادند. کشتی ما به حرکت در آمد و ما از منحتن دور شده ایستادیم. همه این مسافرای کشتی ما که به سیاحت می روند. کشتی ما آهسته آهسته به جزیره آزادی نزدیک می شود. این مجسمه آزادی با همه شکوه و شهامتش. این ایستگاه جزیره آزادی. آدمان زیاد در انتظار رفتن هستند. اونا تماشا کرده الکی به جزیره دیگر می روند. Look down, step up, ladies and gentlemen. The gangway does move sometimes. All the way out, folks. All the way out to the right. Watch your step, please. Watch your step. با همین راه رو ما به جزیره وارد می شویم. این میدانی جزیره آزادی، این آثارخانه آزادی. حالا ما به آثارخانه آزادی وارد می شویم.
انا این آثارخانه آزادی است. این مجسمه برنجی آزادی است. اینجا مجسمه آزادی در شکل‌های گوناگون. اینجا جریان ساختمان مجسمه آزادی را انعکاس کردند. این نمونه گوشش. این نمونه گوش چپی مجسمه است که در جریان ساختمان اون از سال 1876 تا 877 استفاده شده است. این نمونه پای مجسمه آزادی. این نمونه پای مجسمه آزادی سال 1986 تهیه شده است. این جریان ساختمانی مجسمه را آهنگرها چگونه قسم‌های جزءهای آن تهیه کردند و نوار گرفته نشان می‌دهند. یعنی درون مجسمه چگونه ساخته شد، از چه قسمت‌های عبارت است. این به فکرم قفس سینه مجسمه است و قالب‌هایی که استفاده شده است. پیش از ساختن این مجسمه استاها نمونه مثل قالب آن را تهیه کردند که روی آن آهنگرها مثل قالب آن استفاده برند. شکل مجسمه از قفا. این سه نمونه پایه مجسمه پیشنهاد شده بوده است و از میان آن یکیش را انتخاب کردند. Hello. در اینجا مهمانان جزیره عکس‌های خود را میگیرند و همین عکس‌ها در همین اکران جمع آوری می شود با پرچم‌هایشان. انا این نمونه مشعلی مجسمه آزادی است که خطا نکنم پیشتر در آن استفاده میشد و اما بعد از نوسازی این نمونهش را اینجا نگاه داشتند و شکل عوض شدهش را در مجسمه چسباندند. این مشعلی اصلی بوده است.
این نمونه چهره مجسمه است. نمونه چهره مجسمه. این نقاب رو عیناً یعنی چون اصل ساختند و در آن عیناً همون تکنیک استفاده شده است که در ساختن مجسمه به کار برده شده بود و یعنی چهره مجسمه از پیش همه خیل میتابد. خب دوستان عزیز، من ما و نزد مجسمه نزدیک شده ایستادیم. این مجسمه آزادی، سیاح‌ها این ورتالیات‌ها به خطری این جزیره رو تامین میکنند. دوستان عزیز، این مجسمه آزادی است. از پیش تا جای شنیدم این مجسمه آزادی هدیه دولت فرانسه به امریکا است. مجسمه آزادی یادتون است من گفتم که 3 نمونه پایه یعنی مناره این مجسمه پیشنهاد شده بود و همین شکل رو آنها باید انتخاب کردند و ما در آن آثارخانه مشعل، چهره و دستان و پایه‌های مجسمه رو در الهیدگی نمونه هایشان رو دیدیم. دوستان عزیز، سفری ما به جزیره آزادی با همین به پایان میرسد. مجسمه آزادی یک شاهکاری بسیار بزرگی معماری است. آن در عصر 19 ساخته شده است و همچون هدیه دولت فرانسه به امریکایی ها است که در زمان انقلاب فرانسه علیه منارخیا برای دموکراسی صورت گرفته بود. در دست مجسمه آزادی شما مشعل را می‌بینید که به دست زن داده شده است. این نشانی آن است که دموکراسی این به ترتیب و به نظام نیست و دموکراسی در دست زن هم بوده میتواند. یعنی این نشانی مبارزه برای حقوق زنان و عموما مبارزه برای حقوق انسان است. واقعا هم آزادی در زندگی انسان نقشی مؤثر می‌بازد و من آرزو میکنم که شما همیشه و در همه جا آزاد باشید.